یادتون هست روزایی که اوباش جمهوری اسلامی مردم رو تو خیابونو به خاک و خون میکشیدن؟ یادتون هست زنا و دخترای ما رو به زور و با ضرب و شتم سوار ون میکردن و میبردن؟ یادتون هست که با گلوله‌های ساچمه‌ای چشم جوانای ما رو کور میکردن؟ یادتون هست دانشجوها رو از طبقه سوم به پایین پرت میکردن؟ شکنجه های هولناک کهریزک رو چطور؟ اعدامای فله‌ای و بی‌محاکمه دهه 60 چی؟ یا همین کشتار بیرحمانی 18 و 19 دی که تو 2 روز بیشتر از 40,000 نفر رو کشتن. اون زمان عکس‌العمل سازمان ملل، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و دولت‌های دموکرات آمریکا چی بود؟ ما به شدت محکوم می‌کنیم و با دقت اوضاع رو زیر نظر داریم. نه تنها هیچ فشار واقعی به این جانیان نیاوردن، بلکه پشت پرده با اونها معامله هم می‌کردن. انگار خون مردم ایران قرمز نیست و ما برای مدعیان حقوق بشر پشیزی ارزش نداشتیم. حالا ورق برگشته، همون رژیمی که سالها با اون مماشات کردن تنگی هرمز رو بسته. حالا قیمت بنزین و نان توی خونه های شما همینجوری داره بالا میره. حالا نوبت ماست که واکنش نشون بدیم. ما گران شدن بنزین در کشورهای شما رو به شدت محکوم میکنیم و افزایش هزینه‌های زندگیتون رو با دقت زیر نظر داریم. پیشنهاد ما به شما مبارزه مدنیه. مثلا 1 ماه هیچ کس بنزین نزنه تا قیمت خود به خود پایین بیاد. از دیدگاه ما پایین آوردن قیمت سوخت کاری است که باید تنها به دست خود مردم اروپا، استرالیا، کانادا و آمریکا انجام بشه. دخالت هیچ کشور دیگری در این زمینه پذیرفته نیست. چطوره؟ این همون نسخه‌ایه که سالها برای ما پیچیدید. به امید پیروزی نور بر تاریکی، پاینده ایران، جاوید شاه.